ولدرچین پرنده ریزجثه و زیبا خاصیت و منفعت‌های خوراکی و مالی بیشماری دارد و پرورش آن پردرآمد و زودبازده است. اگر شما هم درباره پرورش آن کنجکاو و علاقه‌مندید، دیدن این قسمت کارستان را از دست ندهید. چی شد که وارد این کار شدید و از کجا شروع کردید؟ من از کوچیک علاقه خاص به پرنده ها اینا داشتم و اینو از سال 87 با اردک شروع کردم. بعد یواش یواش اینو گسترده کردم. اومدم تو بحث بوقلمون هم 3 سال کار کردیم. بعد ولدرچین رو اضافه کردیم. بعد یواش یواش تو بحث بسته‌بندی و کشتار و قطعه‌بندی اومدیم که تو عرصه تولید و بسته‌بندی از 0 تا 100 دیگه خودمون الان در حال حاضر انجام میدیم. برای شروع این کار به چه چیزایی نیازه؟ برای شروع این کار از ظرفیت حدوداً قطعه‌های کوچیک‌تر، واحدهای کوچیک‌تر با 10 میلیون میشه سرمایه‌گذاری شروع کرد و اینو کم کم میشه به نهایت تعداد زیاد میشه گسترش بدید و ظرفیت بالا میشه انجام بدیم کارو. برای شروع اولیه ما با ظرفیت یک سالن کوچیک شروع کردیم که اونو یواش یواش ارتقا دادیم، ظرفیتون رو زیاد کردیم. الان در حال حاضر ظرفیت ولدرچین گوشتی داریم، تخم‌گذار داریم و مولد. کارگاه شما به چند بخش تقسیم میشه؟ این واحدات شامل 3 بخش هست. یک واحد پرورش، و واحد بسته‌بندی و واحد تولید و توزیع گوشت در سطح شهر و استان فارس. این قسمت سالن ولدرچین گوشتیمون هست. در حال حاضر ظرفیت 15000 تا این سالن ظرفیت داره. بعد سیستم دونخوری دستی هست. آبخوریمون هم آبخوری اتوماتیک نیپل هست که بعد از حدوداً 40 روز اینا به مرحله کشتار میرن و راهی کشتارگاه میشن. برای کشتار بعد از کشتار برای بسته‌بندی انتقال پیدا میکنن. اینجا قسمت بسته‌بندی هست که بعد از که کشتار میشه این قسمت میاد، بعد بسته‌بندی میشه با دستگاه اتوماتیک یا به صورت تفلون پیچ که بعد از بسته‌بندی با نظارت دامپزشکی و دکتری که در این واحد وجود داره لیبل میخوره. بعد میره برای مرحله پخش که ماشین‌های سردخونه مجهز میان اینجا برای قسمت پخش سطح شهر انجام میشه. شما چند نفر رو توی این مجموعه مشغول به کار کردید؟ کلاً 18 نفر اینجا اشتغال زایی داریم. برنامه شما برای آینده چیه؟ ما در حال حاضر دنبال یک قطعه زمینی هستیم که اینو خریداری بکنیم که برای واحد پرورش و گسترش کار از تخم نطفه‌دار تا جوجه کشی در همون مکان انجام بدیم که واحد بسته‌بندی هم در همون مکان انجام بشه. صحبت پایانیتون رو بفرمایید. جوانان نترسن، بیان تو کار وارد کار بشن. تا عرصه کار که وارد شدن یواش یواش مشکلاتشون حل میشه. درست مشکلات زیاده ولی به مرور زمان میشه کارا رو جلو ببرید. فرصت‌ها اتفاق نمی‌افتند. شما خالق آنها هستید. رویاهای خودتان را بسازید. در غیر این صورت فرد دیگری شما را برای ساختن رویاهایش به کار خواهد گرفت. هرگز دیر نیست. دوستان، سابسکرایب و زنگوله رو هم فراموش نکنید تا هر موقع ویدیوی آموزشی بعدی رو گذاشتم بتونید ببینید و یوتیوب به شما اطلاع رسانی کنند. و اگر از برنامه کانالم خوشتون اومد، لایک و کامنت فراموش نشه. و اگر سوالی داشتید در مورد پرورش میتونید زیر همین ویدیو کامنت بذارید تا من در برنامه‌های بعدی جوابگو سوالات مهربان شما باشم.